ای دوست بیا محفلی شادان همینجاست. ساقی و میو مطرب و پروانه همینجاست. ساقی و میو مطرب و پروانه همینجاست. با موزی بلندی مقامت سخن گو، آهنگی مقام همه شاهانه همینجاست. ای دوست بیا محفلی شادانه همینجاست. سلام و درود بینندگان صاحب احترام یوتیوب کانال روزنامه جمهوریت. از شنیدن این سرود مرحوله‌دار الکای پای بردید که گلی سری ثبت محفل شادانه ما چطوری که اینجا زمزمه شد. هنرمند دوست داشتنی ملت تاجیک خاصیت ظرفشانی، خوش آمدید. سلامت باشید. شاد شدیم که معلم دعوت ما را پذیرفتند و حالا میخواستم با یک سوالی شاید غیر منتظره باشد مراجعت کنم که چون میگویند که در قسمت هر کس، در سرنوشت هر کس نام خیلی یک نقش مهم میبازد. چرا خاصیت؟ سلامت باشید. منم بسیار سلام و درود خدا به روزنامه جمهوریت و تمام مخلصان عزیز میرسونم. و این سوال شما هم راستی گفت عجیب. انسان میگن باز پیشرفتر و خوشروتر و باز زندگیش معنی دارتر از نام هم وابسته است. بله. نام انسان به شهرت هم میبرن، میگن شهرتیار میکنن. برای همین هر یک انسان باید که یک نام زیبا داشته باشد، یک نام خوشرو داشته باشد. لیکن اگر من حاضر همین تاریخ نام خودم بگم، اگر شما باور نمیکنید، مادرم میگن که من در خواب شبم خواب دیدم که موی سفیدی آمدن که مادرم که در بطنشان فرزند بدگی، بعد همون موی سفید میگن نامگذاری کردن در خواب مادرم. نامگذاری کردن گفتن که اگر دختر شود نامش خاصیت میمونی، اگر پسر شود قوت میمونی، قوت بای. از همین نیاز مادرم وقتی که من تولد میکنم، بعد از همون نیاز نام من خاصیت میمونه. بعد من برادرم تولد شده که نام وی قوت بای. کمتر به گذشته برگردیم، به زمان شاید نورسی و جوانی های شما کدام سرود خاصیت را خاصیت کرد؟ من میدونم که مردم تاجیک در بین کوهساران همیشه از سرود زمزمه کرده میگردن، خواه سری کار باشد، خواه اون سراینده باشد، خواه نباشد، همیشه دست به کار است، اما در لبش یک سرود است، یک سرودی یگان سرود زمزمه میکنن. اما همان سرودی که در یگان صحنه خواندید و از همون زمان شما را همچون یک سراینده شناختند و اعتراف شما آغاز شد، کدام سرود بود؟ من از اون آوان خردی سرودخوانی میکردم، تقلید میکردم سرودهای استاد جربه مرادف، از استاد ظفر ناظموف، از استاد محسانه رگش و همون وقتا که نو اونکسان برآمدگی بودن سرودها زمزمه میکردم. لیکن اگر شما بگید که در اصل من کدام وقت همین با سرودی خودم بین مردم به شهرتیار شدم، وقتا که اکنون وقتی دانشکده قبول شدم، در دانشکده من از کلاسیکا میخوندم، سرودی قشچینو را بیشتر میخوندم، از استوزا میخوندم و اولین سرود تیار کرده بودم. در اونجا اولین آهنگ خودم بود در دانشگاه، ولی کرسی 2 میخوندم. یک شعر از گزیت گرفته بودم، راستی که در خاطرم نیست، شعری که رادیو رفته ثبت کرده بودم. و تو قانون دورانم تشکر، برای بخت تابانم تشکر. منم خیلی متن بود. رفته همونجا یکم بار من خوانده ثبت کرده بودم و گویا که آهنگ اولین خودم بود. وقتی که پس از ختم دانشگاه ما اومدیم به فیلارمونی دولت تاجیکستان سال 82 به کار شروع کردم. از همونجا من یک چند سرودی خودم، آهنگای خودم ایجاد کردم و خانه رادیو رفته ثبت کردیم. از آن جمله این بود سرودی غزل از ایشان تغرل، با برگ رخسار گلت ای گل بدن خارم مکن، سرودی خارم مکن. بعد از استاد لایق از نگاه هم شراره خواهد ماند و میترسم، نه زی رنج و عذاب میترسم، نه زی حال خراب میترسم. همینه ثبت کردم. ساقیا
شعر از حافظ همین 4 سرود ثبت کردم. ساقیا برخیز و درد جام را، خاک بر سر کن غم ایام را. همین سرودا وقتی که ثبت کردم صدا داد، اون وقت بعد همه در حیرت، ما همه در جستجو شد این سراینده کی باشد، مرد باشد زن باشد. من همین خیلی کوفت کوف کردن، همین سرودا راستی گپ معرفی کردن من. بله. از نگاه هم شراره خواهد ماند، از بساطم ستاره خواهد ماند، در کناری زمین اجدادان دل من بیکناره خواهد ماند. من یک بار افجش خوانم. از کسی یک خسه نمیماند، از من عمری دوباره خواهد ماند. از کسی یک خسه نمیماند، از من عمری دوباره خواهد ماند. پاره های دلی شکسته من، شعر من پاره پاره خواهد ماند. پاره های دلی شکسته من، شعر من پاره پاره خواهد ماند. شعر من پاره پاره خواهد ماند. در مسئله صداتون واقعا بحث ها زیاد بودن. صدای به صدای مردها خیلی شباهت دارد میگفتن مثلا، و اساسا همین صدای غیر عادی شما اساسا شاید به معروفیت شما سبب شده باشد. این از نورسی و از اون زمانی که در مکتب ها شاید در دانشکده سرود میخوندید همین خیلی بله فکر میکنم که همین خدا داد به همین خیلی بهترین سرودتون کدام است که نو بس از وضعیت و حالتون همون زود زمزمه میکنید، یکی زیر لبتون میبیاد و حالا برای ما هم اگر همون کمتر یک شینگل اگر باشد. همش من دوست میدارم، همش زمزمه میکنم. همین سرودم هر یکتش در هر حالت مضمون خودش داره. سرودی پدر، مادر، وطن، در وصف عشق، اما کدام حالتی که نباشد اگر من باید همه حس کنم همون سروده زمزمه میکنم. من اخیرا امروز موقع ترویج شما یگان سروده بگید من زمزمه کنم. من بسیار میخواستم که سرودی اگر خطا نکنم به متن شاعر آذرخش همون مادر، سرودی مادری آذرخش اگر باشه. متن استاد آذرخش من خیز مادر که مسافر پسرت آمده است این است. بعد یک سرودی مادر دیگر. بله هم خیز مادر که مسافر پسرت آمده است اگر سرودی بسیار شاد میشتی. خیز مادر که مسافر پسرت آمده است، پسری در بدرت پیش درت آمده است. شهر با شهر تمنای برت را می برد، شهریارت به تمنای برت آمده است. شهریارت به تمنای برت آمده است. باید بینندگان عزیز یادآور شوم که معلمم با یک دستگل بسیار زیبای ترانه هاشون که همه توسط ادوار در آورده شده هستند، یعنی در نوت هستند و 80 سرودشون در یک کتاب بسیار هم کلان حجم چاپ کرده آمدند و این کتاب تازه نشر است. به قول نانی نو است نور کنده است و نام دارد ارمغان خاصیت و افتخاری 30مین سالگرد تاجیکستان عزیزمان. هر کس یک ارمغانی هست، خودش یک تلاشی به میان آورد و معلمم بجز از اون سرودهایی که امروز در تمام شبکه‌های اجتماعی گردان است، در فیته ها گردان است، بجز این باید کتاب. این کتاب از اون جهت برای آینده ها، برای امروزیان مفید است که متن هم آهنگ هم یعنی نوت در یک جایگی است و هر کسی که در سمت موسیقی کار علمی کردنی است یا موسیقی شناس است برایش خیلی موادی فراوان میده. من میخوام سخن از زبان لقمان خوش از خودی معلم درباره کتاب و تاریخ انشا شدن آن کمتر صحبت کنند. از هنرمندا چی باقی میموند؟ همانه که
طی چندین سال ما چی گفتیم، چی کار کردیم، چی خدمت کردیم، چی ایجاد کردیم. برای همین مقصد منم از چاپ نمودن همین سرودهای خودم با نوتش که در آینده نسل نورسی آینده یا کسی که مخلص هست به موسیقی و به سرود و همونها تقدیم کنم که همین کتاب گرفته یک ورق زنم در بالای اینقدر صنعت و موسیقی اصیل مردم تاجیکی خود با ما کم ترم باشد زم کردیم، کم نکردیم، زم کردیم. برای من خوشبخت خود حساب میکنم که من همین روز من میسر شد که همین کتابی من چاپ شد. در زمانی که سری کار بودید شاید حاضر هم یک اقدام عجیب شما راه انداز کردید، خودتان برمیخواستید آهنگساز و رامشگراتون همراه میگرفتید و دیه به دیه میگشتید. بله. این بدون سفارش، بدون یگان خواهش، بدون مثلا انتظار شوید که یگان جشن میشود، یگان مخصوص دعوت میشود، خودتان خواستید که نزد تماشابین روید. این یک نوگانی کار شما بود که در زمان استقلال چون همه کس نمیتونن به مرکزهای فرهنگی مخصوصا به دوشنبه بیان، شما رفتید دیه به دیه گشتید، در کلوب ها، در نقطه های خرد کنسرت های برنامه کنسرتی گذراندید. این چیز، این غایه در بسر شما از کجا آمد؟ این کار رفتار در خانه ما نشسته است. چه بگید؟ برای اینکه وقتی که ما فیلارمونی دولتی تاجیکستان کار آمدیم، اونجا استاد عزیزم جلوه مرادف، استاد ظفر ناظمی، مسلم باقی و استاد مرادبک نصرالدینوف همه کسا بودن و من اونجا که کار آمدم من همین استادا بسیار چیزا آموختم. بسیار چیزا آموختم، نگاه میکردیم طرز و رفتار شش تا خستی استادا و سخنگوییشون همه ایجاد میکردگیشون ایجاد کاری را ما پیروی همون استادا سر کردیم و همیشه حاضر علاقه این بیناهای زیبایی و این قصرهایی که در ناحیه ها شد و در دیه ها شد، این در طی این 30 سال بسیار نوگانی شد و هنرمنده ما رفته براحت در همین تالارهای بزه برآمد میکنن. وقتی که ما هنرنمایی میکردیم چی بود؟ تمام دیه ها میرفتیم، تمام تاجیکستان، ازبکستان، بیرون از جمهوری ما تمام ناحیه ها به سفر میکردیم. این خیلی نبود، تلویزیون‌های همون کلوبا شکستگی بود، بیناها خراب بود. زمستان با میرفتیم، من گفتم که یک ماه 25 روز سفر هنری میکردیم، 5 روز میامدیم در خانه ها ما، باز بعد 5 روز علاقه چمدان ها گرفتگی، لباس ها گرفتگی برآمدن میرفتیم کالکتیو، فقط در بین مردم بودیم. برای همین ممکن که ما اینقدر ایجاد کردیم. اگر یک ناحیه به میرفتیم، دفعه دوم همون ناحیه به ما باید برنامه نو داشته باشیم، برنامه پیشقتی برنامه نمیکردیم. در همین زمان استقلال که چه برای چه نریم که علاقه اینقدر قصرهای خوشرو، اینقدر بیناهای بزیب، همه چی شرایط مهیا، چه حاضر نمیرویم. بعد ما همیشه من کالکتیو میگرفتم، بسیار همین نمیشه 2-3 تا موزیکانت میگرفتم، ناحیه و ناحیه ها نزد مردم رفته برنامه کنسرتی میکردیم. در گذشته مکتبی استادی و شاگردی خیلی خیلی خوب عمل میکرد. مخصوصا شما حاضر خیلی که نام چند استاد بزرگ گرفتید، از جمله استاد ظفر ناظم، جوربک مراد و آدینه هاشم یادشان بخیر. بله یادشان بخیر. بزرگ سبقاش گرفتید، همراهشان بودید، تجربه انداختید. حالا همین مکتبی استادی و شاگردی چگونه است؟ مثل پیشتر اون اخلاص و سپاسی که بین شاگرد و استاد هست آیا موجود است یا اون عزت و احترامی که ما نسبت استادا داشتیم جوانه حاضر این چیز درک نمیکنن. برای همین کم در به احترامی حس کرده میشد نسبت استاداشون. اکنون جوانه حاضر که علم و تکنیک پیشرفته شده است از روی همین میرن، راه رویشون از روی همین. اکنون آینده اینا با آینده خودشون با طریق نو میسازن، با طریق نو که در محیط خودشون است. اگر ما یگان گپ زنیم، یگان پیشنهاد کنیم، ما از روی دید ما، از روی تجربه ما در حیات گپ میزنیم، جوانو با نصیحت میکنیم. برای اون معماهایی که میگوید برای برطرف کردنشان شاید آینده ها آزمونی تاجیکستان وطنی عزیزمان کارگر باشد. همین بسیار اقدام نیک یا اقدام شد که تمام مردم بیدار کرد. در سایه فرهنگ، در کتابداری و کتابخوانی و مهر محبت
و مردم زیاد شد نسبت به کتاب به شعر. آینده من باوری دارم که همش خوب می شود. همین چیزا قطعی با شعرهای نو پیدا می شود. تاجیکستان وطنی عزیز من با هنرمندای نو پیدا می شود. بینندگان ارجمند یوتیوب کانال روزنامه جمهوریت، این رسیدیم به فرجامی برنامه گنج فرهنگ. هیچ گنجی نیست از فرهنگ به تا توانی روی بر این گنج نیست. یادآور میشم که مهمانی عزیزی ما بودند معلم عزیز هنرپیشه مردمی تاجیکستان خاصیت زرافشانی. معلم عزیز بار دیگر خوش آمدید. تشکر. سلامت باشید. بینندگان ارجمند، برای تماشای این برنامه و برنامه‌های دیگری ما یوتیوب کانال روزنامه جمهوریت را پیگیری کنید. با ما باشید.